سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 29 ایول همراهی شما. مقامات تاجیکستان گفتند در نشست سازمان همکاری‌های شنغهای که به زودی در دوشنبه برگزار می شود، وزیران امور خارجه روسیه و چین شرکت می کنند. نمایندگان وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 29 ایول در یک نشست خبری در پایتخت گفتند در جریان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو که روزهای 30 و 31 ایول در پایتخت صورت می گیرد، همکاری‌ها در دایره این سازمان و وضع پیچیده سیاسی در جهان بررسی می شود. با سازمان همکاری‌های شنغهای تاجیکستان و ازبکستان، روسیه و چین و قرقیزستان و قزاقستان شاملند. 5 کشور دیگر از جمله هند و ایران و افغانستان به حیث ناظر در این سازمان پذیرفته شدند. یک سازمان معتبر حامی حقوق از دولت تاجیکستان خواست تا زمان پایان تحقیق پرونده شهرت قدرتوف، وکیل دفاع شناخته، او را از بازداشت آزاد کند. استیو سوردلوف، پژوهشگر هیومن رایتس واچ در آسیای مرکزی، روز 29 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت بازداشت شهرت قدرتوف ظاهراً انگیزه‌های سیاسی دارد و مایه نگرانی جدی است. Власти просто обязаны доказывать международному сообществу, так как и местному гражданскому обществу, что они соблюдают законы и что это дело не политически мотивировано. И действительно, если нет настоящих обвинений, его нужно освободить. Конечно, мы еще не услышали доказательства, что он особо опасный человек, который уедет из юрисдикции, поэтому, наверное, все-таки можно было бы вести расследование, пока он еще на свободе. مقامات انتظامی تاجیکستان شهرت قدرتوف را روز 21 ایول با اتهام رشوه‌خواری و قصد دادن رشوه به یک دادرس دادگاه اسماعیل سامانی بازداشت کردند، اما خودش میگوید هیچ کاری خطا و یا گناه نکرده است. شهرت قدرتوف در پرونده‌های پرسر و صدای به مثل پرونده‌های زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان از حقوق آنها حمایت میکرد و اکثر وقت با انتقاد تندش از عملکردهای حکومت تاجیکستان مقامات رسمی را به خشم می آورد. بعضی از روحانیان تاجیک در موعظه‌های اخیر خود از زنان و دختران خواستند از پوشیدن لباس‌های به قول روحانیان بیگانه حذر کرده و پیراهن‌های ملی تاجیکی بپوشند. از جمله مولا حیدر شریفزاده، سرخطیب مسجد مرکزی شهر کولاب، روز 28 ایول لباس مادران و بیبی‌های تاجیک را بهترین از سطر خواند و گفت آنچه خاصی اصلی فرهنگ و اخلاق حمیده مادران تاجیک است باید در محور قرار داشته باشد. ایشان سید جان، امام خطیب مسجد مرکزی ولایت ختلان، نیز به رادیو آزادی گفت بعضی از دختران تاجیک سطری را به سر می‌کنند که مال عرب هاست و با فرهنگ تاجیکان موافقت نمی‌کند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در 3 ماهه سال روان به کشور 276 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 80 میلیون دلار هم زیاد است. لاچین فیض‌الله زاده، معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی، روز 29 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت تقریبا نصف این سرمایه از جمهوری مردمی چین آمده است. او تعریف کرد که جلب سرمایه خصوصی و بی ضمانت دولت به تاجیکستان نیز 27 میلیون دلار زیاد شده است. سازمان‌های بین المللی مالی میگویند بنابر رشوه‌خواری و رسمیات زیاد و معیارهای پیچیده، شرکت‌های خارجی در تاجیکستان کم سرمایه می‌گذارند و این سازمان‌ها از حکومت خواستند برای اصلاح وضع سعی بیشتر کند. و اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت ما، در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.